ارزش‌ترین مجموعه‌های فرهنگی تاریخی کشورمون رو در مجموعه و شهر در واقع شهر ری ببینیم. اولین جایی که آمدیم به آتشکده تپت نیل یا آتشکده بهرام. پیش از اون ما میدونیم که شهر ری جزو یکی از کهن‌ترین شهرهای ایرانه. تپه‌های باستانی که اینجا کاوش شد که امروز بازم یه دونه‌شو می‌بینید در کنار چشم علی، حدود 100 سال پیش اون تپه رو کاوش کردن، ما رو به حدود 6000 پیش از میلاد رسوند. یعنی تقریباً حدود 8000 سال پیش اینجا یک جانشینی صورت گرفته. یعنی مردم خونه ساختن، یعنی زندگی کردن، یعنی سفال دارن که بعضیاشو شما می‌بینید. این نشون میده که ما جای خیلی خیلی مهمی اومدیم و گفته شده در جهان باستان که میگم منظور پیش از اسلام است، یکی از پر رونق‌ترین شهرهای ایران شهر ری بوده. مسیر شهر که میریم شاید بعضی رستوران‌ها یا مغازه‌ها یا بعضی سالن‌ها رو ببینید که نوشته راگا، مثلا سالن راگا، مثلا رستوران راگا. راگا نام کهن ری است. اگه 1400 سال پیش تقریبا. خود سازه البته فکر می‌کنم بزرگتر از همه اینها باشه. عظمت ستون‌ها، عظمت پایه‌ها. اینجا همون تونلیه که نیاکان ما ازش رد می‌شدن و احتمالاً آتیش رو از اینجا رد می‌کردن. تپه میل در شهر ری. لازمه اینه که اونجا ماشین رو پارک کردیم، از همچین مسیری اومدیم، از روی این پلای چوبی و از اون قسمتی که اون خانم زرد است به بالا پله داره، پله های چوبی داره. اینم که خود ساز. یه نفر بهش گفتش که آره عربای وحشی حمله کردن اینجا رو داغون کردن. جواب داد که باید ببینی کجای تاریخ وایسادی. اون از این ور نگاه بکنی، آره اونا اومدن اینجا رو ویران کردن، نابود کردن. از اون ور تاریخ نگاه بکنی، اونا اومدن یه سری آدمای گمراه و نادون رو به راه راست هدایت کردن. یعنی اومدن که اینا رو نجات بدن. این که خیلی مهمه قضاوت که میخواد آدم بکنه کجا وایساده. زمان قابل افتخارم هست براش. آره دیگه افتخارم میکنن که اومدن مردم ایران رو از گمراهی نجات دادن. و یه چیز دیگری هم که جالبه توش که همین حمله اعراب و اینو که صورت گرفت، این که این آثار مثل آتشکده و اینا رو خراب نشد. یعنی همونجا اومدن مسجد درست کردن، باز حفظ شد این آثار تاریخی. این خیلی مهمه. این مجموعه شهربانو، بیبی شهربانو. ولی اینجا من به شما هر دو بچه‌شون میگم. یه بچه اگه شما کسی اینجا رد میشه، بهش میگید خانم یا آقا اینجا چه خبره؟ اینجا کیه اینجا؟ به شما چی میگه؟ بهش اگه آدم آگاهی باشه تو کار خودش، میگه که اینجا آرامگاه بیبی شهربانوئه. بعد میگه خب بیبی شهربانو کی؟ میگه ایشون همسر امام حسینه و مادر امام سجاده. بعد وقت میپرسید که خب این اینجا چی کار میکنه؟ به شما میگه که بعد که عاشورا اتفاق افتاد و کربلا پیش آمد، امام حسین که کشته میشه، در واقع ایشون فرار میکنه و از کربلا سوار اسب میشه احتمالاً و تکو میاد اینجا. بعد به اینجا که میرسه یه کوهی بوده و بعد دشمنا دنبالش میکردن. این قصه تکراریه، خیلی جا شنیدید. بعد میخواد بگه یاهو، میگه یاکو، بعد کو باز میشه، میره لای کو و بسته میشه و اینجا شده آرامگاه بیبی شهربانو همسر امام حسین و ما میایم زیارت. بارانا چه حسی داری؟ نه اولین قاریه که داری میبینی. به بهانه اینکه دختراش ببینن این سنگ‌های کوچولو اگر بچسبن به دیوار آرزوتون برآورده میشه. مثلا یه جوری که حتی مثلا اونا که ازدواج خواستن بکنن دخترای مجرد بعد اینو میچسبونن که مثلا بختشون باز بشه. حالا که دیگه خرافات دیگه، چون میدونیم که از نظر علمی مغناطیس‌ها که سنگ‌ها حالت مغناطیسیشون حالت آهنربایی ایجاد میکنن و میچسبن. حالا الان همسر محترم من ببینید چند تا سنگ چسبونده به دیوار. این
بیبی شهربانو چقدر خیلی جالبه. هم باور بست بود بچه های من اینجوری ذوق میکنم. این داخلشه. این امین آباده. حالا کسی آدرسشو خواست عدد 2 رو بفرست. یکی از ویژگی هایی که وقتی با تور میای سفرهای این چنینی داره اینه که اولا اصلا معطلی نمیشی که کجا برم، آدرس کجاست، لوکیشن کجاست. دوم این که حضور این لیدرهایی که مثل استاد زند که تاریخ رو بلدن، راهنمایی هایی که بهت میکنن، توضیح هایی که برامون میدن مثلا اینقدر جامع و کامله که قشنگ خودت رو توی تاریخ احساس میکنی. خب احتمالاً این چشمه به نام این خاندان مهم و این قهرمان مهم بود. خب بعدها در زمانی که اسلام اومد این تبدیل شد به چشمه علی، امام اول شیعیان. خب معمولا رسم اینجوری بود دیگه، وقتی یک کشوری اومد یک کشور دیگر رو فتح میکرد سعی میکرد همه چیز رو تغییر بده، اسامی رو تغییر بده، همه چیز رو بکنه به نام خودش. اینجا چشمه علیه که قبلا بهش گفتن چشمه سورین یا سورنا که بعد از اینکه اسلام میاد خب قهرمانا عوض میشن و اینجا هم به چشمه علی اسمش تغییر میکنه. اون حصاری که اون بالاست حصار دور شهر بوده، دور هر شهری خب اون موقع حصار می‌کشیدن. به مرور زمان که شهر دیگه ساخت و سازها شکل گرفته این حصار خراب شده، فقط الان همین یه تیکه مونده. اینجا یعنی چشمه علی جایی بوده که محل عبور و مرور کاروان ها بوده. کاروان ها از سر کشور می اومدن، حالا از هر جا که رد می شدن از اینجا عبور می کردن، اینجا اتراق می کردن چون آب بوده. اخبار رو با هم دیگه رد و بدل می کردن. اگر داد و ستدی بوده داد و ستد می کردن. اینجا فرش می خریدن، فرش می فروختن و از اینجور کارهای این چنینی. زمان قاجار سمت راست بچه ها فتحعلی شاه ایستاده با باز شاهی که نماد قدرت بود و تاجی که و چتری که بالا سرش نگه داشتن. دورش هم نگاه کنید یک کتیبه دور تا دور این نگاره هست که معرفی میکنه و در واقع تاریخ بنا رو میگه. نگاره فتحعلی شاه که 2 بار عکس خودش تکرار شده، یه بار اینجا یه بارم اینجا. عکس تمام رخه و جالب اینه که این صندلی رو اینجا از دل کوه در آوردن برای اینکه یه آدمی رو به عنوان نگهبان اینجا گذاشتن که آدم ها که می اومدن یه دفعه اینجا رو خراب نکنن عکس شاه. بله حالا بریم ببینیم چی میشه. در واقع فتحعلی شاه اولین پادشاهی بوده که بعد از اسلام نگاره ساخته، چون تا قبل از اون همه فکر می‌کردن که این نگاره ها چی میگن جزء بت پرستی و اینا حساب میشه، نمی ساختن. ولی فتحعلی شاه بعد از اینکه میره فارس و تخت جمشید رو میبینه که اونجا پادشاهان قبلیمون تخت جمشید رو درست کردن، اون کتیبه ها رو میبینه، تصمیم میگیره بعد از اینکه شاه شد، چون دوره آموزشیش توی فارس بوده، تصمیم میگیره که وقتی که شاه شد وقتی شاه شد برای بار سوم تصمیم میگیره که وقتی شاه شد این کتیبه رو بسازه که یکی از این کتیبه ها اینجاست در شهر ری و دومیش در تنگه‌واشی. 6-7 سال پیش اینجا آب داشته و این آب از سمت رشته کوه‌های البرز می اومده. مثل اینکه وقتی که خط 6 مترو تهران رو میسازن نمیدونم چیکار میکنن که چشمه خوش شده.
به جرأت بهتون میگم یکی از بهترین نگهدارای آثار باستانی ما این شهرهای جناب آقای قنبری سالهاست خلاصه ما سفید کردیم اینجا و واقعا باعث افتخار ما یه همچین مرد علاقمندی به فرهنگ اینجا داره کار میکنه. من هر بار میام با افتخار بغلش میکنم به خاطر این محبتی که داره. به افتخار پس بدم جناب حضرت دوست، هرچه هست و نیست از آن دوست و دگر هیچ. از اینکه به عقبه بها دادید سپاس و خرسندم. این بنا رو برای دیدن انتخاب نموده اید. قنبری هم مسئول این بنا. از جانبازان جنگ بین ایران و عراق دعا میکنیم هیچ جای دنیا جنگ نبود. بنایی رو که فرزندان ایران زمین درش حضور دارید آرامگاه طغرل‌بیک که اول مؤسس سلسله سلاجقه سلجوقیان حدوداً 200 سال تو ایران حکومت کردن. حدوداً 1000 سال پیش ساخته شده. سه کاربری داره که شاخص مهم مال 1000 سال پیشتونه. شماها ریشه دارید در جنگ‌های این تاریخ. بنابراین این مرده 1000 سال پیشتونه. من احتیاجی به بلنگو ندارم. پژواک رو داره به زیبایی به ما میده، بکن میکنه. کسی الان پروی پله ها باشه همه این توضیحات رو میشنه. انگار بلنگوی نصب شده. چرا من مرکز بنا میخوام بیام پیش اساتید توضیحات رو بدم؟ این دیگه علمیش میکنه. هرچی که از مرکزیت به سمت عزیزان میام دیگه پژواک رو به ما نمیده، دیگه اکو نمیکنه، دیگه یک بلندگو عمل نمیکنه. وقتی که به مرکزیت بنا میام آکوستیک رو به ما میده. مسجد جامع اصفهان بسته بنا به ساختار فیزیکی بنا، اما اینجا در شمالی و جنوبی و سقف بازه، صوت به راحتی خارج میشه. نباید به این زیبایی اکو کنه. رصدخانه، من چیزی رو علمی الان ندارم که به اثبات برسونم. عبور میکنم انشالله با دعا و نفس مسیحاتون به سطح جهانی برسه. قول بهتون میدم با مدنیت بدون تنش و چالش. حالا اگر تنشی هم باشه به مهر تبدیلش میکنیم. انشالله خبر خوشش رو از طریق رسانه و جراید خواهید شنیدید. اون دوبار رو خودتون بیایید علمی ببینید و لذت ببرید. سوم ساعت خورشیدی، دریدی که وارد شده این مواجه شدیم با 2 تا کوبه. کلوم نگیم، قابل احترامه، خیلی هم قابل احترامه، اما واژه این رو داریم که مربوط به ایران خودمونه. کوبه فعل از آمدن و کوبیدن. کوبه سمت چپ مربوط به آقایون، راست خانم‌های محترم. تون صدا اون که مربوط به خانم‌های محترم شیرزنان ایران همه، نازک‌تر، ظریف‌تر. اون که مربوط به آقایون گل بم. من از واژه خشن استفاده نمی کنم. بم رو انتخاب می کنیم به امید برابری بین من و عزیزان دل. کار آیفون صوتی تصویری امروزی ما متوجه می شدیم که شخصیت محترمی رو پشت درد داریم. ما تو اون مرمته به 2 تا خیلی چیزی مهم برخورد کردیم. یک نقش مهرا و نایکشایی که عقا رو میرسونه به کالبد بنا که خواهیم دید. من ناصرالدین شاه قاجار اومده اینجا 2 خط القاب رو به ما میده، عبور میکنم ازش. باغ بزرگ و مفرحی بوده، 5 هکتار دعا میکنیم دیگه کم مهری نشه. زلزله میاد مهیب کل ری، اسم قبلی با اولیه ری. راگا هخامنشی، معنای راگا یعنی وسعت بزرگ. بعدها به 5 نام تغییر نام، ری باستان. بر اثر اون زلزله این بنا میمونه و 2 شکاف برداشته. خانم‌های محترم از بالا به پایین پشت سرتون مشخصه. این سمت از بالا تا ما بین این 2 سوراخ ادامه اون کتیبه به دستور ناصرالدین شاه ابوالحسن معمارباشی مرمتش کرده. 1 2 3 4 5 6 7 سلام دیگه.
خیلی زیبا جلوترم داریم. قرن‌ها اینا پنهان بود. آقای قنبری اینا رو باز کردن پیدا شد. ببینید نقش مهرا تو دوره ایلخانی رو پوستینه و چرمینه به جای مهر ازش استفاده می شده، اما اساتید در دوره سلجوقیان تزیین بنا بوده. این بند مهرا هر کدومشون که زیر این بند کشی ها وجود داره هر یه دونش 18 تا 19 روز طول کشیده که این آقا در آورده شد. جالبه که توی همه این ضلعا وجود داره. اونم از بین میره. چطوری بتراشی که اون بمونه؟ خط دوم ناصرالدین شاه رو پیدا کنید. وسط خط. اما کاوشی که به غیر اون نقش مهرا این خیلی مهمه. این بچه جدیده. ما بعد 1000 سال میبینیم. آره این یه خورده آره برو آره یه لحظه یه نکنید که مهمه. بخشی از پایه بنا رو دارید میبینید. این سنگ ساروج و لاشه سنگ کار شده، اما اونی که پایین دو تا سوراخ نایکش یا زهکش یا به قول شماها هواکش. هوا از اینجا به نیمی از این بنای خروجیمون سمت داریم. هوا از اینجا جایی که اینجا ما ایستاده از اینجا به نیمی از این بنای خروجیمون سمت داریم، اما اون سمت خشک بوده، هیچ موردی نبوده، اما این سمت ما رطوبت رو داشتیم میبینید، رطوبت رو دیدید. خب این نایکشه رو وقتی که ما باز کردیم حالا رانش زمین بوده استاد یا زلزله بوده بسته بوده. ما اینو که باز کردیم خدا رو شکر هوا داره میرسه به پایه های بنا. بهترین هدیه‌ای بوده که خدا به من و شما داده که این بنا بتونه بمونه. کارش هم خیلی حالا قراره که یه بچه چون که مجموع آجوریه این نم نابودش میکنه، به این خاطر این نایکشا هوای نمو میکشه. این قبلا بوده بله، مدت‌ها فراموش شده بود. آقای قنبری با دوستاشون زحمت کشیدن پیدا کردن، مرمت کردن و حرکت هوا باعث میشه که این نمای نم این بنا خارج شه و دیگه این عمرش طولانی‌تر بشه. داخل که رفت یواش یواش داره بله دور تا دور بله نمو میکشه. خسته شدید خانم قربونتون برم. ابن بابی بود که بعد از اومدن بهشت زهرا اینجا دیگه خب بیشتر جنبه زیارتی پیدا کرد. شیخ صدوق مال حدود 800 سال پیش از نظر تاریخی و مهمه که بدونید خیلی از شخصیت‌های مهم یه دوره قبل‌تر از ما یکی از آرزوهاشون یا وصیت‌هاشون این بود که اینجا دفن بشن. به طور نمونه شاید براتون جالب باشه هم محمد رضا شاه پهلوی و هم دکتر محمد مصدق نخست وزیر هر دو اینجا وصیت کردن که خاک بشن، ولی هیچ کدومشون نشدن. محمد رضا تو مسجد الرفاعی قاهره مصر امانت و دکتر مصدق هم توی اتاق خودش در آبیه که احمدآباد هر دو به امانت. 400 تا بقعه بود، یعنی اولا شما اینجا وارد که می‌شدید بعد از لای اتاقا رد می‌شدید می‌رفتید. خودش یه اثر هنری بود. تو هر بقعه‌ای هم یه عالمه از این لاله‌های قدیمی، عکس‌های قدیمی از این چیزا. توی طرحی اومدن چند سال پیش گفتن همه رو خراب می‌کنیم، اینجا رو می‌کنیم بوستان مشاهیر و چی و چی. همه رو صاف کردن، بوستان هم نکردن و عملاً فقط این خونه‌های قدیمی رو از بین بردن. فقط 3 تا بقعه که بهتون نشون میدن بقیه‌اش از بین رفته. همه اینا که میبینید بقعه‌های خانوادگی بود که اتاقش از بین رفته ولی هنوز گوراش سر جاش. اولین چیزی که شما میبینید ما تو بقعه یا تو مجموعه خانوادگی فروغی هستیم. اونایی که یک کمی تاریخ معاصر خونده باشن میدونن که فروغی، محمد علی فروغی به ویژه، این چه مرد بزرگی بود در تاریخ ایران. فقط محض اطلاعتون ایشون 3 بار نخست وزیر دوره رضا شاه و حتی اواخر قاجاریه است، 2 بار وزیر خارجه است، نویسنده کتاب‌های فلسفی، پژوهشگر، تاریخ‌دان، یک همه چی تمامیه آقای فروغی که واقعا باور نکردنیه و ایشون کسیه که متن و انتقال قدرت رضا شاه به محمد رضا رو نوشت که رضا شاه خوند و استفاده داد و محمد رضا به قدرت رسید. در انتقال قدرت و کنترل آشوب اون موقع خیلی موثر بود. از این نظر بسیار بسیار تاثیر مهمی در تاریخ معاصر ما داره. به ذکاءالملک معروفه. ذکاءالملک یعنی خورشید ملک. ایشون یکی از پسراش محسن فروغیه.
محسن فروغی معمار این کسیه که آرامگاه بابا طاهر رو در همدان طراحی کرد و همینطور آرامگاه سعدی رو در شیراز. این دو تا کار آقای محسن. این البته محمد علی فرزند نه خود محسن اینجا نیست. محسن اینجا نیست. آرامگاه معزن زاده اردبیلی که شما همه اذاناشو خاطرتون میاد، اینا پدر در پدر همه معزن و ماری و نوح خون بودن. درش سلیم، اون زینبی که معروف شد اون مال برادرش سلیمه. پسر سلیم بعدود باز تو کار موسیقی هست، خانوادگی این کارو میکردن. میکنیم آرامگاه میرزاده عشقیه. میرزاده عشقی همون روزنامه‌نگار معروف دوره مشروطه و رضا شاه که بسیار سرپرشوری داشت، روزنامه قرن 20 بیرون میداد، چند بار سفارت کرد به خارج کشور، چند تا مجله بیرون آورد، خیلی حس امیر وطن پرستی داشت و نقد سیاسی میکرد. خب یه خورده سرپرشوری داشت و اینجور وقتا آدم معمولا آسیب میبینه. گفته شده که چند نفر 29 یا 30 سالش بود وقتی که کشته شد، رفتن توی خونه با گلوله زدنش. بعضیا میگن رقیب عشقیش این کارو کرده و زدتش، یعنی رقیبی داشته که دو تا یه نفر رو می‌خواستن، او زده میگن. ولی به گزارش دیگه میگه که نه، سیاسی بوده و حکومت کشتتش. در هر حال این جوون در 29 تا 30 سالگی به خاطر باورها و اندیشه‌هایی که داشت و عشق به وطن به طور خاص ایشون کشته میشه. اینجا دفنش میکنن، بسیار مراسم با شکوهی براش میگیرن، خیلی تهران شلوغ میشه. و این شعری که پایین نوشته براتون میخونم بچه‌ها، بذارید بیام این طرف نظر بکنم. میگه خاکم به سر ز غصه، به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک. خودش میدونه من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، بین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای مهد عشق پاک، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. میدونید ایشون یکی از پیشروترین زنان روزگار خودش بوده در اواخر قاجار و اوایل رضا شاه. کسی که تاکسیرانی در ایران اصلا بنیاد تاکسیرانی گذاشت آدم زمان خودش و به هر پسر مجردی تاکسی میداد که بره کار کنه که ازدواج کنه. دخترای مجردی نداشت. خانم پسرا رو بدن با اون میگیرن دخترا، نگران نباش. مشکل پسرا میکارن. دومی که شما آسایشگاه کهریزک کار ایشونه که انجام داده و هنوز ما داریم خیرش می‌کنیم. مسجد فخرالدوله تو تهران اگه رفته باشید کار خانم فخرالدوله است که به اصطلاح درست. اینقدر این آدم قوی بود و تونست، چون میدونید که انتقال قدرت از قاجار به پهلوی خیلی سخت بود دیگه. اون با هم بالاخره دشمن شدن و گفتن از ما قدرت گرفته و یه عالمه مدعی داشت قاجاریه تا رضا شاه راحتی نمیتونست راه بشه. یکی از کسانی که میاندی شد و نذاش خونریزی بشه این خانم بود. اینقدر وزن خرید داشت اون روزگار به حرفشو میخریدن. رضا شاه بعداً میگه قاجاریه چون قاجار خوب نبود. میگفت قاجاریه کلا یه نصفی مرد داشت. میگه یکی مردش این بود، نصفش آقا محمد خان قاجار بود. و این یادگاری از رضا شاه که گفته وزن و مقام این زن رو میرسونه. ایشون نه تنها فرزندش دکتر علی امینی نخست وزیر هم شد که شما احتمالاً شنیدید. ایشون بودن که به رضا شاه پول قرض دادن. بله، رضا شاه می‌خواست بورس را بندازه، این خانم گفت من پولشو میدم، نه از اون بگیر. بچه‌ها بفرمایید. بله بفرمایید. که من رو کنار اینها دفن کنم. و آمدم یک قبری براش به طور یاد بودی، اون سمت چپ منه، اون سنگ قبر دکتر مصدقه. یه سنگ بزرگیه که روش نوشته دارود و درگذشت دکتر مصدق. درسته؟ این قرار شد که دکتر مصدق که فوت کرد بیارن اینجا. می‌بینید که معمولا مثلا ما کسی که خیلی دوست داریم میگیم ما رو کنار او خاک کن. درسته؟ بغل اون امامزاده، بغل مثلا پدرمون، بغل کسی که دوستش داره. مصدق اینطوری می‌خواست ارادتش رو به سیاتیریا نشون بده که دوست داره که کنار اینا باشه. اونو براش گذاشتن و اون سنگ هم سنگ خاصیه بچه‌ها. یه سمتشو طراح کاملا صیقلی کرده، صافه و یه سمتش سنگ برآمدگی داره و ناهمواره. در واقع داره شخصیت مصدق رو نشون میده که با مردم چقدر لطیف و نرم برخورد میکرد و با قدرتمندا چقدر سخت بود. این کار قشنگیه که اتفاق افتاد. متاسفانه بعد از مصدق قبل از انقلاب فوت کرد. در منزل مسکونیش در آب یک احمدآباد، آب یک سابق قزوین، اونجا دفنش کردن و امانت یعنی که توی یک تابوت فلزی وکیومه، یعنی میشه هر جایی بردش. ولی هیچ وقت تا الان نشد که ما ایشونو جابجا کنیم و انتظار بود که بیارنش و اینجا سر جایی که وصیت کرده خاکش کنیم. اینجا پس جای بسیار مهمیه. حالا برای شما هم روشن شد. ما تو محل کشته های شهدای سی تیر و همینطور یادبود دکتر مصدق نشستیم. این ورش صافه همینطوری بیکو و این ورش
خانم معصومه عزیزی بروجردی شما نمیشناسیدش، با یه اسم دیگه میشناسیدش. ایشون خانم مهوشه، خواننده معروف دوره قبل. دیگه ننوشتن. یه سنگ شکسته ای داشت، خوشبختانه تازگی، مثل اینکه احتمالاً 2 پسر داشت، احتمالاً پسرانش کاله یا نوه‌هاش اومدن عوض، چون نوشتن مادرم اومدن عوض کردن. بعد تو 30 سالش بود متأسفانه با یک خودرو فولکس تصادف کرد و کشته شد. بعد از مرگش فهمیدن که چقدر بچهای بی سرپرست ایشون حمایت می‌کرده و بعضی‌ها چقدر پشیمان شدن از اینکه درباره‌اش چه قضاوت‌های بدی می‌کردن.